ببینید، در مورد مذهب فقهی ما یعنی ملزم نیستیم، هیچ مسلمانی، که مقید و تابع چشم و گوش بسته یک مذهب باشیم و تعصبی داشته باشیم بر یک مذهب. که مثلا من حنفی هستم، هر چی که در مذهب حنفی آمد بدون چون و چرا باید بپذیرم و قبول بکنم و غیر از اون عملی رو انجام ندم. این غلط است، این تعصب است و خود امامان مذاهب اهل سنت و جماعت از این گونه تعصب منع کردن. مثلا از امام ابو حنیفه ثابت است که ایشان فرمودن که هر حدیثی که به پایه صحت برسه مذهب من است. به خاطر همین ما می‌بینیم که دو تا از شاگردان بزرگ امام اعظم رحمت الله علیه، امام ابو یوسف و امام محمد شیبانی، اینها در خیلی از موارد میتونیم بگیم که تا 60-70% از فتاوایشان با استادشان امام ابو حنیفه مخالفت کردند. من در یک برنامه یک کتابی را خدمت شما عزیزان معرفی کردم که در یک کتابی تقریبا در 300-400 صفحه جمع کردن مسائلی رو که دو تا از شاگردان بزرگ امام ابو حنیفه با استادشون یعنی با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخالفت کردن. این مخالفت خودش امر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوده که ایشان امر کردن که اگر یک مسئله ای رو که من مثلا فتوا دادم که فلان چیز سنت است، فردا برای شما یک حدیثی رسید که ثابت میکرد که نه این واجب است، پس شما برید اون امر رو به شکل واجب عمل بکنید و حرف من رو به دیوار بزنید. این به خاطر همین درست است که ما در جامعه‌ای که احناف بودن، حنفی بودن بزرگ شدیم، در مدرسه‌ای که حنفی بودن درس خواندیم و در خیلی از موارد فقهی پیرو و مقلد مذهب امام ابو حنیفه هستیم، اما هیچ گونه تعصبی بر این مذهب نداریم. اگر گاهی اوقات یک مسئله‌ای رو که در مذهب حنبلی، شافعی یا مالکی یا در حدیثی به نظر ما به این نتیجه رسیدیم که این درست است و مخالف قول امام ابو حنیفه باشد، قول امام ابو حنیفه رو ترک میکنیم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگیریم. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی به عنوان پیامبر معصوم فرستاده شده و بعد از پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین معصوم نبودن، چه برسه به امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک، امام احمد بن حنبل. فالله متعال فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله و رسول اطاعت بکنید. و اطاعت از اولوالامر که حالا اگر به معنی علما اگر بخوایم تفسیر بکنیم، اولوالامر علما اگر باشن و بعضیا این رو تفسیر کردن به این که ائمه 4 مذهب اولوالامر هستن، اگر این تفسیرم درست باشه و این رو قبول بکنیم، در این آیه به ما نگفته که به شکل مطلق از ولی امر اطاعت بکنیم. اطاعت برای الله آمده اطیعوا الله، اطاعت برای رسول آمده و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اولی الامر. چرا در اینجا اطاعت از اولی الامر نیامده؟ چون اطاعت از اولی الامر تابع اطاعت آنها از قرآن و سنت است. از قرآن و سنت گفتن امرشان را اطاعت میکنیم، از قرآن و سنت نگفتن امرشان را اطاعت نمیکنیم. لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. هر کسی که میخواد باشه، میخواد امام ابو حنیفه باشه، میخواد حاکم باشه، میخواد هر کسی که باشه، تنها چیزی که مقدس است و معصوم است و غیر قابل تغییر است امر الله و رسول است. و این که انسان بر یک مذهبی تعصب بکند، این عین جهالت است که خود ائمه بزرگوار مذاهب اسلامی از این موضوع ما رو منع کردن.